در 3 قدم قبلی من در خصوص با شرایطی صحبت کردم که بدن ما نیاز به انرژی نداره و اگر اون نکاتی که من گفتم رو انجام ندیم ممکنه بریم غذا بخوریم و بیش از نیاز بدن غذا وارد بدنمون بکنیم، یا اصلا نه، ممکنه شرایطی پیش بیاد که آقا بدن نیاز داره، سر سفره هستیم، وعده اصلی رو داریم میخوریم، باز یه شرایطی پیش بیاد که ما بیشتر غذا بخوریم. آقا چی کار بکنیم؟ ببینید وقتایی که ما غذا بیشتر میخوریم پرخوری میشه عامل عذاب وجدان. با خودمون میگیم ای ببین ما زیاد خوردیم، ای ببین من هیچ وقت نمیتونم خودم رو کنترل بکنم، من اراده ندارم، من هیچ وقت رژیم نمیگیرم. این عذاب وجدان باعث استرس میشه، استرس باعث پرخوری بعدی میشه. گفتیم دیگه پرخوری احساسی از همین استرس ایجاد میشه دیگه. یه پرخوری میکنیم، پرخوری عذاب وجدان، عذاب وجدان استرس، استرس پرخوری بعدی و همینجوری در یک مسیری میافتیم. در دوره حس خوب ما گفتیم شما وقتی که زنجیر یک اپیزود، یک نوبت پرخوری عصبی رو میکشید میبینید که اوه یه فکر تبدیل شده به یه حس تبدیل شده به یک پرخوری به یک احساس شرم، احساس خجالت، همینجوری این باعث پرخوری بعدی و همینجوری سلسله از پرخوری ها اتفاق افتاده. به یه جایی میرسیم میگه آقا رژیمه که شکست، بذار پس بخورم. بعد میگه که خب من فردا میخوام رژیم سنگینه رو بگیرم، پس باز بذار بخورم. هی خوردن. خب آقا بیایم یه بار این چرخه معیوب رو بشکنیم. چرخه معیوب پرخوری عصبی همینه. چجوری بشکنیمش؟ من میخوام بگم مهمترین کار خود همدردی. آقا اون لحظه ای که شما رژیم رو شکوندی، به جای اینکه با خودت قهر کنی، در مورد قهر کردن با خودم صحبت میکنیم، به جای که با خودت قهر بکنی، به جای که خودت رو انتقاد به خودت بکنی، خودت رو تحقیر بکنی، عزت نفست رو بیاری پایین، خودت رو در مقابل خودت بشکنی، اب نداره آقا من یه پرخوری کردم. همدردی کن با خودت. فکر کن دوست صمیمی خودتی. اگه به دوست صمیمیت بگی که من پرخوری کردم، چی بهت میگه؟ میگه تو حالا که پرخوری کردی برو رژیمتو بشکن، حالا که پرخوری کردی برو مثلا کلی شیرینی هم بعدش بخور، حالا که آب از سر گذشت چه یه وجب چه 100 وجب. اینو بهت نمیگه. بهت میگه آقا یه چیز طبیعیه، همه آدم‌ها ممکنه که در این وضعیت قرار بگیرن. همون چیزی که در دوره تقویت اراده ما کامل در موردش بحث کردیم. حالا وقتی که صحبت کردی با خودت آروم شدی، بگو خب آقا چیکار کردم مگه؟ 3 تیکه شیرینی خوردم، 3 گاز خوردم. فلانی گفتش که 3 گاز شیرینی معادل است با 3 لقمه. آقا کلا من 3 لقمه رژیمو شکوندم. رژیم با 3 لقمه شکسته نمیشه. با 3 لقمه میشود یک کاری کرد که رژیم ترمیم پیدا بکنه. چی کار بکنیم؟ میخوایم یه نکته به شما بگیم. به جای اینکه رژیم رو شکست خورده فرض کنیم، به جای اینکه بر طبل بیاری بزنیم و هر چقدر دوست داریم غذا بخوریم، بعد از هر پرخوری به ازای هر 1 لقمه اضافه 10 دقیقه پیاده روی میکنیم. 2 اثر داره. اثر اول این که اون کالری اضافه رو میسوزونه. اثر دوم همین پیاده رویه میتونه اون عذاب وجدانه، اون استرس ناشی از پرخوری رو از بین ببره. به همین راحتی. پس از الان به بعد این رو گوشه ذهنمون داریم که به ازای هر لقمه اضافه 10 دقیقه پیاده روی میکنیم. حالا ممکنه شما بیایید بگید آقا من پیاده روی نمیخوام بکنم، میخوام مثلا الان آخر شب نمیتونم من پیاده روی بکنم، میخوام دوچرخه ثابت انجام بدم یا رو تردمیل برم. مثلا در شرایطی هستیم که میتونیم تردمیل بریم. من به شما بگم هر لقمه 50 کالریه. روی دستگاه برید، هر عددی که گفت در اثر فعالیت بدنی شما اون رو حساب بکنید. ببینید چند لقمه خوردید. مثلا 3 لقمه اضافه خوردید، 150 کالری باید بسوزانید. روی اون نوشته. ما هم یک جدولی از ورزش‌های معادل رو گفتیم. از توی اون جدول انتخاب بکنید و به ازای زمان گفته شده اونقدر زمان اختصاص بدید که هر لقمه اضافه شما از بین بره. به این ترتیب نه عذاب وجدان میگیریم، نه کالری اضافه وارد بدنمون کردیم. این چیزی که من الان گفتم خدمتتون تحت عنوان ورزش اجباری است. نه ربطی داره به ورزش اختیاری که فردا میخوام بگم، نه ربطی داره به اون پیاده روی که
در قدم 12 گفتم. این نکته میتونه به شما کمک بکنه که هم برنامه غذایی رو حفظ بکنید و هم این که اون استرس و اون عذاب وجدانه از بین بره. به عبارتی میخوام اینجوری بگم، این قدم به ما میگه که آقا بخواب و بدم، هر کاری کردی بازگرد به رژیم و رژیم رو ادامه بده. مطمئن هم باش که برف تکونی میتونه تو رو به اون هدفی که داری برسونه.